با عرض سلام و احترام بر شما بیننده‌های عزیز و ارجمند شبکه تلویزیونی ورزش به مؤسسه دولتی نوروزگاه پایتخت به اصطلاح کلاسیکون به اسپرز پایتخت خوش آمدید. گزارش ما از جریان پایگاه اسب دوانی بخشیده به عید بین‌المللی نوروز برای دریافت جام پایتخت 2019 منظور شما می‌گردد و در این روز رقابت‌ها در 6 مرحله یعنی پایگاه اسب‌های ذات تاجیکی، اخالتیکینی، انگلیسی و ذات‌های آمیختر رقابت می‌کنند. امیدوار هستم که در عرفه جشن نوروز بین‌المللی تراوت بهار و نوروز نقدم به زنده و بیدار شوی طبیعت روح و جسم ما را نیز حلاوت تازه میبخشد. همکنون اسبانی که در پایگاه یکم اسب‌های ذات تاجیکی با تکاغاز یا با اصطلاح استارت ترک یا استارت ماشین با قول بعضی از کارشناسان نزدیک میشوند. یادآور میشم که در پایگاه یکم 15 اسب نامنویس شده بود، ولی بنابر سبب‌های تکنیکی 2 اسب نتوانستند که اشتراک کنند. یکی از شهر پنجکند و دیگری از شهر دوشنبه با نام‌های ارخیلس و سمند نتوانستند اشتراک کنند. برای شما یادآور میشم ترخون تحت رقم 1 است از رحمان زاده امید از شهر دوشنبه. زوزده تحت رقم 2 هنرنمایی میکند. اون اسبی که در 3 مرحله قبلی نیز درخشندگی نشان داده بود و موقع شایان تحسین را اشغال کرده بود. از خواجگی دهخانی بگیجانی شهرک روغون می باشد. تحت رقم 3 باشد کبرا و این است آن زوزده که قبلا او را معرفی کردم. او را بگیجان زاده رحمتشو اداره خواهد کرد یا چوبک سوار است و خودی بگیجان زاده در تربیه این اسب سهمی ارزنده گذاشته است و او هم خصلت های نکوی این اسب را میداند و در یک پایگاه اسبدوانی که زوزده از دیگر اسبان عقیب افتاده بود چوبک سوار بگیجان زاده نبود. در هر پایگاهی که بگیجان زاده بالای زوزده قرار داشت زوزده ماهرانه مسافه معین شده را میپیمود. تحت رقم 3 کبرا هست. تحت رقم 4 بنتلی. تحت رقم 5 راکتا. تحت رقم 8 بومر. تحت رقم 9 اریول و تحت رقم 10 باشد توروق از ناحیه فیض‌آباد. تحت رقم 11 رخش از خواجگی دهقانی سعید اکبر ناحیه رشت می باشد. تحت رقم 12 زکات از محمد تیمور از ناحیه رودکی. تحت رقم 13 تیلو از از ناحیه رودکی از جلمتوف مسلمان است و رجبوف یونس چوبک سوار خواهد بود. تحت رقم 14 نمو از ناحیه فیض‌آباد اسب شریپوف کفایت الله و رحمانوف کمال او را اداره خواهد کرد. تحت رقم 15 وستوک از ازبکوف سمی از شهر دوشنبه می باشد. فعلا اسبان با تکاغاز آماده رقابت می شوند. تحت رقم 2 هست زوزده از روی نمول لوحه که می بینیم. بار دیگر نیز کارگردان ما در یک تصویر گرافیکی نیز اسب‌هایی که نامنویس شدند درج کردند و یکی همه آنها را برای شما معرفی کرده بودم. لقب آنها ببینید ترخون، زوزده، کبرا، بنتلی، راکتا، بومر، اریول، توروق، رشت، زکات، تیلو، نمو و وستوک. همانطور که روی تصویر عیان می‌گردد بعضی از اسبان بنابر سبب سرکشی به عموما تکاغاز یا همون استارت ماشین حاضر نمی‌شوند و از این رو از پهلوی استارت ماشین آنها را با سبقت آماده میکنند. همین طریق شروع می شود. پس از چند لحظه پایگاه قبول گردید. در لحظه های آغاز رقابت که چندان سرعت افزایی والا نشان نمیدهد زوزده، ولی بعدا یعنی سرعتش رو در نصف مسافه
خیلی هم زیاد میکند و فعلا از تحت رقم یکم طرق از رحمانزاده امید از شهر دوشنبه هست که یعنی پایگاه رو سروری دارد ولی تا کجا میتواند که تو انجام یعنی مسافه معین شده ولی او ببینید مسیر رو نتوانست چابک سوار عزیز مرادوف که خوب اداره کند ترخون رو از همین لحاظ از خط سیر بیرون شد و اکنون قفا ماند. زویزده فعلا دیگر حریفانش را پشت سر گذاشت و تحت رقم 15 وستوک سال تولدش 2015 است. از زویزده 2 سال بزرگتر است که زویزده او را نیز پشت سر گذاشت و زویزده هم یکی از اسب‌های واقعا اصیل ذاتی تاجیکی هست که در طی چند پایگاه آخر هم از خود درخشندگی نشان داده بود. این بار نیز بگی جانزاده رحمتشاه او را ماهرانه و چابکانه ببینید که اداره کرده ایستاده است و پس از چند لحظه این هم گردش آخر است. حدود 600 متر تا انجام پایگاه مانده است، یعنی 1000 متر پیموده شد. زویزده دیگر حریفانش را ببینید پشت سر گذاشت. فاصله او و حریفش حدود 5-6 متر را تشکیل می‌دهد، یعنی آن اسبی که او را تعقیب کرده ایستاده است و اسبی تحت رقم 15 وستوک نیز عقیب ماند و فعلا رشت اسب با لقب رشت او را تعقیب میکرد که جای دوم را گرفت. زویزده هم نخستین شده مسافه معین شده را پیمود و نتیجه خوب را هم در این پایگاه نوروز 2019 هم نشان داد. جای سیوم یا موقع سیوم نصیب اسب با لقب تیلو گردید از مسلمان جلمتوف از ناحیه رودکی. زویزده هم ماهرانه و چابکانه تحت رهبری بگی جانزاده رحمتشاه بود که مسافه را خوب عبور کرد و تحت رقم 13 هم این تولو هست که موقع سیوم را اشغال کرد و بگی جانزاده هم شادی کنان در لبانش لبخند احساس می شود که این بار توانست که آن اسبی را که خودش پرورش کرده است توانست که یعنی بر طالع او بدود، یعنی این بار هم موفق شد و این از تحت رقم یکم که خیلی در آغاز یک آغاز خوبی را شروع کرده بود ولی در نصف رقابت یعنی مسیر رو دیگر کرد و نتوانست که به نتیجه عموما خوبتر نویل بگردد. همین ترتیب دوستان عزیز یادآور میشیم که اسب با لقب زویزده اونه که روی تصویر ما و شما هست از خواجگی دهخانی بگی جان شهرک راغون در مدت 1 دقیقه و 59 ثانیه مسافه معین شده رو پیمود و نتیجه اول رو اشغال کرد یا موقع اول رو اشغال کرد و در زینه دوم باشد با نتیجه 2 دقیقه اسب با لقب رشت موقع دوم رو اشغال کرد و از زویزده هم همان روی تصویرهای ماست اسب با لقب رشت یعنی در موقع دوم که قرار گرفته بود بار دیگر روی تصویرهای ما و شما نیز بودند و مراسم تقدیم جایزه سپاری مدال و افتخارنامه و تحفه های مالی که از سوی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه به غالیبان تأسیس داده شده است از سوی معاون وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان به غالیبان تقدیم کرده می شود و اسبی که موقع سیوم را اشغال کرد تیلو اسب جیران سال تولدش 2012 گفتیم از مسلمان جلیلوف از ناحیه رودکی که او را رجبوف یونس اداره میکرد. بگی جانزاده رحمتشاه باشد این بار نیز توانست که با گرفتن موقع یکم شرف یابی گردد. مراتب چهارم هم زویزده نتیجه خوبی را نشان داد. یادآور میشیم در پایگاه گذشته زویزده در مدت 1 دقیقه و 55 ثانیه این نتیجه یا مسافه 1600 متر رو پیموده بود
پایگاه دوم منظور ما و شما میگردد دوستان. پس از چند لحظه و در مؤسسه دولتی نوروزگاه پایتخت نیز هزاران مخلص، شاید شماره رکوردی مخلصان در این پایگاه حاضر شده باشند. و پایگاه دوم یادآور میشم دوستان که در پایگاه دوم نیز تعداد اسبان با 12 اسب بود. بنابر سبب تکنیکی 2 اسب نتوانستند که اشتراک کنند، یکی از ناحیه اشت و دیگری از شهر گلستان. و اسب‌ها رو بار دیگر برای شما معرفی میکنم. تحت رقم 1 رخش اسب سیاه خواهد بود. این اسبی که تحت رقم 11 هم است پولیا طرق است از قندیل رحمانوف از ناحیه فیض‌آباد. تحت رقم 2 دربار طرق از خواجگی دهقانی میر ناحیه خاولینگ هست. میرزایف اکبر او را اداره خواهد کرد. تحت رقم 3 سربند جران سال تولدش 2014 هست. صاحب اسب سمیه الهام جان می باشد و از ناحیه همدانی پیشنهاد شده است و جمعیف عظمت چوبک سوار خواهد بود. تحت رقم 4 بامداد هست اسب طرق از دولتوف پرویز. بار دیگر تحت رقم 3 سربند هم روی تصویرهای ما و شماست. اسب جیران که فعلا به تکاغاز نزدیک می شود و ببینیم که این اسبانه که یعنی فاوریت دانسته می شدن در اینجا کدامی نخستین شده به خط پایانی می رسند. روی تصویر عمومی بار دیگر درج شده است، یعنی از روی ترتیب اینچونی تحت رقم 4 بامداد، تحت رقم 5 ترنده، تحت رقم 6 گامبیت. پایگاه قبول کرده شد. اسبان نیز شروع کردند با پیمودن مسافه 1600 متر. یادآور میشیم که این پایگاه دوم اسب‌های ذات‌های تاجیکی و اخالتکینی میباشد. تحت رقم 4 بامداد در همان آغاز سبقت از خود یک هنر و استعداد والا نشان میدهد. ببینید که چگونه مسافه معین شده را خیلی چابکانه و ماهرانه میپیماید و دیگر رقیبان خود را با فاصله خیلی هم زیادتر پشت سر کرده است. حدود 10 متر دیگر اسب‌ها را از خود یعنی پشت سر گذاشته است و او را تعقیب کرده ایستاده است. اسب با لقب سربند گفتیم از سمیه الهام جان از ناحیه همدانی که دومین شده احتمال می رود که به خط پایانی برسد. و تحت رقم 2 دربار که از خواجگی دهقانی میر ناحیه خاولینگ پیشنهاد شده است، اون نیز در اینجا فاوری دانسته می شود. و اینچنین گامبیت و از ناحیه فیض‌آباد ویتر نیز اسب‌هایی که فاوری دانسته می شدند. ولی این درخشندگی بامداد را می بینیم که او را سلام و فردوس آن چابک سوار ماهر تاجیک اداره کرده ایستاده است. گردش آخر را هم پیمود یا طی کردند. ببینید فاصله خیلی دراز شد. دیگر در گمان هست که دیگر حریفان تعقیب کنان به بامداد برسند. بامداد که واقعا از خود یک هنر و استعداد فوق‌العاده نشان داد. این مراتبا نیز توانست نتیجه یعنی خود رو بهتر کند و نخستین شده به خط مره 1600 متر رو پیمود. نتیجه نشان داده او 1 دقیقه و 49 ثانیه و 2 اسب دیگر که پیاپی این نتیجه رو یعنی طی کردند، مسافه 1600 متر رو طی کردند. سربند و دربار بودند و این هم بامداد هست روی تصویرهای ما و شما که خیلی خوش درخشید در این مرحله رقابت ها. و سربند نیز که از سمیه الهام جان از ناحیه همدانی پیشنهاد شده بود، این بار نیز مقام افتخاری را اشغال کرد. موقع دوم نصیب او گردید و اینجا بودن اسبایی که بار اول می دویدند و به هر حال نتیجه خوب رو نشان داد. خود بامداد نتیجه نشان داده او 1 دقیقه و 49 ثانیه هست
این است آن اسبی که واقعا خیلی خوب درخشید در این مرحله رقابت‌های پایگاه دومی اسب‌های ذاتی تاجیکی و اخالتکینی و یادآور میشیم که اسب‌های اخالتکینی که یعنی در ترکمنستان خیلی اسب‌های شناخته و معروف هستند. یعنی این هم یک پیوندی اصیل دارد، گویا که سرچشمه پیدایش این ذاتی اسبان از اسبی اصیلی ذاتی تاجیکی باشد که با آمیخته کردن از دیگر ذات‌های اسبان یعنی این نوع اسب رو تولید کردند که فعلا با نام اخالتکینی میان ذات‌های گوناگون اسب‌ها شناخته شده است و خوشبختانه در زمان صاحب استقلالی نیز ذات اصیل اسب تاجیک از سوی پروفسور دانشگاه اگراری تاجیکستان ارباب یعنی تولید کرده شد و اسب تاجیکی نیز فعلا اکنون چون اسب‌های ممتاز و یک ذات واقعا دوست داشتنی و یعنی رو به توسعه در جهان شناخته شده است. اکنون از سوی سردار ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه ابراهیم میرزازاده یعنی توفه های تأسیس نموده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه تقدیم کرده می شود. یادآور میشیم که توفه های مالی و دیپلم و افتخارنامه ها به ورزشکارانی که در این مرحله رقابت ها غالبیت به دست آوردند تقدیم کرده می شود. بار دیگر یادآور میشم بامداد، سربند و دربار. سربند از یعنی دست پروری آدینه قادیروف می باشد. اون شخصیتی که در پرورش اسبان یکی از شخصیت های فدایی یا اسبپروران فدایی در تاجیکستان شناخته شده است. پایگاه سیوم پس از چند لحظه دوستان شروع می شود. برای شما نیز معرفی خواهم کرد. پایگاه سیوم اسب‌های ذاتی آمیخته خواهد بود. مسافه باشد همان 1600 متر. در پایگاه سیوم اسب‌های ذات‌های آمیخته گفتیم هم اسب‌های انگلیسی تاجیکی آنهایی که قدرت و توان والا دارند می توانند اشتراک کنند و اینچنین اسب‌های اخالتکینی نیز می توانند نامنویس شوند. و در پایگاه سیوم اسب‌های ذات‌های گوناگون یعنی 4 اسب نامنویس شده است و مخلصان اشدی این نوع زیبای اسب دوانی نیز در مانیتور خود را دیده شادی میکنند، شروع شوق برمیانگیزند و معلم تیلا نیز در اینجا حضور دارد. اونه که در تربیه ورزشکاران گشتن ترزیازات سهم نظر گذاشته است و اسبانی که روی تصویرهای ما تحت رقم 5 این دوگلاس لایت سال تولدش 2016 هم روی تصویرهای ما بود. چند لحظه از محمدی حکیموف از ناحیه فرخار پیشنهاد شده است. جمعیف عظمت چابک سوار یا شخصیتی که او رو اداره خواهد کرد. تحت رقم 1 از سمت راستی تصویرهای ما آن مارنگو بود. مارنگو اسب تروق سال تولدش 2015 هم. تحت رقم 2 اونه که روی تصویرهای ماست عرب اون از تروق است سال تولدش 2014 هم. از جورابک علیف از ناحیه فیض‌آباد می باشد. علیف محمدی او را اداره خواهد کرد. 4 اسبی که نامنویس شده بار دیگر روی تصویر گرافیکی هست. تحت رقم 3 ریکورد اسب تروق سال تولدش 2015 هم. پایگاه قبول گردید. مسافه را ببینیم کدام نخستین شده می پیماید. سلام و فردوس نیز این بار در بالای ریکورد قرار دارد و ببینیم که ریکورد را چگونه اداره میکنه. در همان لحظه های اولی رقابت مرحله که این اسبان یعنی عبور میکنند مسافه 1600 متر می باشد و ریکورد مارنگو اینچنین
дуглас лайт низ аз зумраи фаворитҳо ё муддаиёни ба даст овардани ҷоизаҳо ба шумор мераванд ва аз ин миён яъне се аспаш метавонад ки ба гирифтани мақомҳои ифтихорӣ шарафёб гардад, вале як асп бидуни ҷоиза хоҳад монд. таҳти рақами сеюм он аспе ки моҳирона масофаро метавонад ки убур кунад ва агар масирро яъне иштибоҳ нагирад метавонад ки то ба охир, чун фосилаи ӯ байни ду аспе ки қарор дорад хеле зиёд ҳаст, аз ин лиҳоз яъне муддаи асосӣ баҳри ба даст овардани яъне мавқеи якум дар миёни пойгаи сеюм дар аспҳои зотҳои омехта метавонад ки рекорд ба шумор биравад. оне ки Салому Фирдавс идора карда истодааст ва пас аз он қарор доранд таҳти рақами панҷум дуглас лайт аз Муҳаммади Ҳакимов аз ноҳияи Фархор. Азамат Ҷумаев онро идора карда истодааст ва билохира Салому Фирдавс бо як чобуксавории моҳирона ва мумтозона ин масофаи 1600 метро нахустин шуда паймуд ва натиҷаи нишондодааш 1 дақиқаю 53 сонияро ташкил медиҳад. зинаи дуюмро бошад асп бо лақаби дуглас лайт. сол таваллудаш 2016 аз Муҳаммади Ҳакимов гуфтем аз ноҳияи Фархор ишғол кард ки натиҷаи нишондодааш 1 дақиқаю 53 сонияро ташкил медиҳад ва дар ҷои сеюм бошад асп бо лақаби Маренго. аспи туруқ соли таваллудаш 2015 аз Муҳаммад Мирзоалиев аз шаҳри Душанбе ки пешниҳод шуда буд бо натиҷаи 1 дақиқаю 54 сония масофаро паймуд ва ба гирифтани зинаи аввали ифтихорӣ шарафёб гардид. дуглас лайтро дар марҳилаҳои гузашта низ мо ҳунарашро тамошо карда будем. ёдовар мешавем ки дуглас лайт дар марҳилаи гузашта бо натиҷаи 1 дақиқаю 6 сония марҳилаи гузашта яъне дар пойгаи аспдавонӣ ки бахшида ба ифтихори рӯзи ҷавонони Тоҷикистон баргузор шуда буд моҳи май дуглас лайт дар он тавониста буд ки мавқеи якумро ишғол кунад бо нишон додани масофа ё натиҷаи 1 дақиқаю 6 сония. бори дигар тасовири сус карда шударо тамошо мекунем ё наврҳои тадриҷӣ ва ҳарчанд бубинед ин бор яъне дуглас лайт дар марҳилаи гузашта дар 1000 метр иштирок карда буд ки онро дар муддати 1 дақиқаю 6 сония паймуда буд, вале ин бор дар муддати 1 дақиқаю 53 сония масофаи 1600 метро паймуд, яъне масофа нисбатан зиёд карда шуд ва аз ҳамин лиҳоз буд ки яъне мавқеи дуюмро ишғол кард. зинаи якум ки насиби рекорд гардид ин бор рекорд дар муддати 1 дақиқаю 49 сония масофаро паймуд, оне ки таҳти рақами сеюм бо роҳбарӣ ё идора кардани Фирдавс Саломов буд. Маренго таҳти рақами сеюм дар ин пойга мавқеи сеюмро ишғол кард дар муддати 1 дақиқаю 54 сония. акнун ба ғолибон низ тӯҳфаҳои таъсиснамудаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе тақдим карда мешавад ва ёдовар мешавем ки тӯҳфаҳои молӣ бо ташаббуси раиси муҳтарами шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ таъсис дода шуданд ва воқеан таи солҳои охир чун таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад аз сӯи
یعنی شهرداری شهر دوشنبه و این نوع زیبای ورزش سنتی تاجیکان که در ایام نوروز واقعا با تنتنه های نوروزی یک شکوه و شهامت خاصه ظاهر میکند. تا سالهای اخیر خیلی رو به رشد است و هزاران نفر تشویقگران ببینید بار دیگر در میدان حاضر شده از نزدیک این چاره‌بینی ها را تماشا و تشویق میکنند. پس از چند لحظه پایگاه چهارم دوستان منظوری ما و شما خواهد گشت. در پایگاه چهارم 8 اسب نامنویس شده است و بنابر سبب‌های تکنیکی یک اسب یعنی گلخن در این پایگاه هنرنمایی نخواهد کرد. تحت رقم یکم گندیکاپ اسب تروق از خواجگی دهخانی میری ناحیه خوالینگ. تحت رقم دوم اتور تروق سال تولدش 2014 اون نیز از خواجگی دهخانی میری ناحیه خوالینگ می باشد. تحت رقم سیوم بلاگور از سلطانوف شراف‌الدین از شهر دوشنبه. تحت رقم پنجم گورگان از اکادمیای علم‌های کشاورزی تاجیکستان از شهر دوشنبه پیشنهاد شده است. تحت رقم ششم پریز اسپی جرند از خواجگی دهخانی دوشمندی خواجگی آوازداری تاجیکستان از ناحیه فیض‌آباد پیشنهاد شده است. منوچهر شراف‌الدینوف او را چابک سواری خواهد کرد. تحت رقم هفتم ویبرالون است اون نیز از خواجگی دهخانی دوشمندی است. پایگاه قبول کرده شد. در همان لحظه های اول ببینیم که کدامین اسب نخستین شده مسافه را خواهد پیمود. تحت رقم هفتم گفتیم ویبرالون است اسب سولار از کهنسال‌ترین اسبان در این پایگاه به شمار می رود. سال تولدش 2016 می باشد. اسب 12 ساله است. تحت رقم هشتم ویول اسبی که از مؤسسه دولتی نوروزگاه شهر دوشنبه پیشنهاد شده است. این رقابت از زمره رقابت‌های جذاب خواهد بود چون که بعضی از اسب‌ها نیز بار اول است که در اینجا هنرنمایی میکنند و بعضی از اسب‌ها از زمره گفتیم اسب‌ها یعنی سالارتر چون سین سال بزرگتر دارند. اسب 12 ساله از خواجگی دهخانی دوشمندی ناحیه فیض‌آباد با تخلص یا لقب ویبرالون اینجا نامنویس شده و فعلا در موقع یکم تحت رقم ششم پریز قرار دارد. اون اسبی که از خواجگی دهخانی دوشمندی ناحیه فیض‌آباد پیشنهاد شده است. خواجگی آوازداری اسب‌پروری تاجیکستان و اون خواجگی که در تولید و انکشاف ذات‌های گوناگون اسب‌ها یعنی در تاجیکستان سهمی نظارت گذاشته است. پریز فعلا موقع یکم را به کسی از حریفانش دادنی نیست. او همان چابکانه و ماهرانه مسافه 1600 متر رو به پیمودن دارد و شراف‌الدینوف منوچهر اونه که چابک سوار است در اینجا اون نیز از همین منطقه می باشد و خوب خیلی خوش خصلت و دیگر خصوصیت های این اسبان را مخته است و بالاخره مسافه را پریز نخستین شده پیمود در مدت 1 دقیقه و 53 ثانیه و به همین ترتیب موقع دوم را باشد اسب با لقب بلاگور در مدت 1 دقیقه و 53 و 5 ثانیه موقع دوم را اشغال کرد و در زینه سیوم باشد اسب با لقب گندیکاپ با نتیجه یا نشانداد 1 دقیقه و 54 ثانیه موقع سیوم را اشغال کرد. همین طریق در اینجا از خواجگی دهخانی میری ناحیه خوالینگ از شهر دوشنبه از سلطانوف شراف‌الدین و از خواجگی دهخانی دوشمندی ناحیه فیض‌آباد اسبان توانستند که موقع های یعنی اول و دوم و سوم و یعنی غالبیت رو به دست بیارن و جایزه های افتخاری رو از آن خود کنند. تحت رقم یکم این گندیکاپ است اونه که موقع سوم رو اشغال کرد. گندیکاپ نیز در پایگاه های گذشته هنرنمایی کرده بود. بار دیگر نوارهای سوس کرده شده رو میبینیم و از همان لحظه اول که پریز یعنی پیش صفی رو اختیار کرده بود تا لحظه های آخر یعنی با کسی از حریفان این
натиҷаро вогузор накард. Гандикап дар марҳилаи гузаштаи пойгаи аспдавонӣ ки бахшида ба ифтихори рӯзи ҷавонони Тоҷикистон сурат гирифта буд, дар муддати 2 дақиқаю 17 сония мавқеи дуюмро ишғол карда буд. дар он марҳила энергетик ки аз зумраи дигар аспҳо аз хоҷагии деҳқонии дошмандии ноҳияи Файзобод мебошад, дар муддати 2 дақиқаю 15 сония мавқеи якумро ишғол карда буд ва дар марҳилаи гузашта масофа 2000 метр буд. акнун аз сӯи директори муассисаи давлатии Наврӯзгоҳи пойтахт ба ғолибон тӯҳфаҳои таъсиснамудаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе тақдим карда мешавад ва воқеан таи солҳои охир ин навъи варзиш рӯ ба рушд дорад ва раиси федератсияи пойгаи аспдавонӣ ва бузкашии Тоҷикистон Шермуҳаммад Шоҳиён низ хеле ҷаҳду талош карда ки барои эҳё ва боз ҳам тавсеа бахшидани ин навъи зебои варзиш яъне саҳми назаррас гузоштааст ва дар яъне яке аз китобҳое ки ба асп бахшида шудааст, яъне достони асп ки ба қалами Давлат Сафар шоири шинохтаи тоҷик мутааллиқ аст. Шермуҳаммади Шоҳиён як пешгуфтори бисёр ҷаззобу лоиқи диққат гуфтааст ки дар айни даст додани фурсат баъзе аз ишораҳои ба мавриду воқеан ибратомӯзи онро барои шумо низ хоҳам гуфт ва то лаҳзае ки яъне аспҳон ба пойгаи панҷум омода мешаванд, яъне барои шумо дӯстон ёдовар хоҳам шуд ки дар радифи тайёр намудани зоти яъне беҳтаршудаи аспҳо ба мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ, ҳамчунин ин ҷонвари зебову қавирӯҳ барои истифода дар сохторҳои низомӣ баҳри ҳимояи марзу бӯми кишвар дар дафту кӯҳҳои мошингузар васеъ истифода мешавад. феълан пойгаи панҷум дӯстон оғоз шуд ё қабул карда шуд. дар ин пойгаи панҷум ёдовар мешавам ки 7 асп номнавис шудааст. яъне барои шумо якояк зуд онҳоро муаррифӣ хоҳам кард. таҳти рақами якум Красавчик аз Шермуҳаммад Шоҳиён аст. таҳти рақами дуюм Талисман аз Наврӯз Ҳакимов. таҳти рақами сеюм Гуланг аз хоҷагии деҳқонии мери ноҳияи Ховалинг аст. таҳти рақами сеюм Гуланг ӯ низ аз хоҷагии деҳқонии мери Ховалинг. таҳти рақами чаҳорум Дарафш аз хоҷагии деҳқонии мери ноҳияи Ховалинг ва таҳти рақами панҷум Падарк аз Ҳакимҷон Ҳакимов аз шаҳри Душанбе. таҳти рақами шашум Рейдер аз Алиҷон Саидов аз шаҳри Душанбе ва таҳти рақами ҳафтум Агрегат аз хоҷагии деҳқонии Бегиҷони шаҳраки Роғун мебошад. Бегиҷонзода Раҳматшоҳ ин бор Агрегатро идора карда истодааст. Агрегат аз зумраи аспоне ки яъне маротибаи дуюм мешавад ки дар пойгаҳо иштирок мекунад ва чандон натиҷаи хуб надорад, чун соли таваллудаш 2016 аспи нисбатан ҷавонтар аст ва Красавчики феълан яъне сарварӣ дорад масофаи 1200 метро ва шуруъ шавқи мухлисон низ ба хотири паймудани ин масофаи нахустин, чун аспи нахустин яъне Красавчики ӯро Фирдавс Саломов идора мекард, тавонист ки маротибаи сеюм ба гирифтани мавқеи якум дар пойгаҳои ҷумҳуриявӣ шарафёб гардад. натиҷаи нишондодаи Красавчик 1 дақиқаю 22 сонияро ташкил медиҳад. ин натиҷа хеле натиҷаи хуб ҳаст нисбат ба натиҷаҳои қаблӣ. ёдовар хоҳам шуд барои шумо ки дар марҳилаи гузашта Красавчик чӣ гуна ҳунарнамоӣ карда буд ва кадом натиҷаро нишон дода буд. ва инчунин дигар аспоне ки ҳангоми рақобат кардан бо Красавчик яъне дар ин масофа ҳунарнамоӣ мекарданд. бори дигар тасовири сус карда шуда ё тадриҷиро мебинем бо ҳам. Красавчик дар марҳилаи
یعنی رقابت‌های پایگاه اسبدوانی که بخشیده به روز جوانان شده گذشته بود، یعنی موقع اشغال نکرده بود و در پایگاه دیگر که بخشیده به 21 سالگی عید وحدت ملی گذشته بود، در آن کراسافچیک با نتیجه 1 دقیقه و 07 ثانیه نتیجه رو مسافه رو نخستین شده عبور کرد و آن مسافه 1000 متر رو تشکیل میداد که یعنی نتیجه نشان دادش خیلی خوب بود. این بار مسافه 1200 متر رو در مدت 1 دقیقه و 22 ثانیه پیمود. از سوی قهرمان بازی های المپی ریو د ژانیرو دلشاد نظروف به غالیبانی که در مسافه 1200 متری ذات‌های 3 ساله تاجیکی هنرنمایی کردند تحفه ها تقدیم کرده می شود. دلشاد نظروف اولین ورزشکاری که در دوران صاحب استقلالیت توانست به گرفتن نشان طلای بازی های المپی شرفیابی گردد و عنوان قهرمان بازی های المپی را از نوع ورزش گرزاندازی به دست آورد. و اکنون فردوس سلاموف این چوبک سوار ماهر موقع اول رو با کراسافچیک اشغال کرد. زینه دویم رو باشد ریدر از سعیدوف علی جان و زینه سوم رو باشد پدرک اشغال کردند. اکنون پایگاه پنجم اسب‌های 3 ساله تاجیکی که پشتی سر گردید، ما و شما را پایگاه ششم رقابت بهر به دست آوردن شاه جایزه که یک اشتر از سوی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه می باشد تشکیل می دهد. یعنی دریافت شاه جایزه در آن باشد حدود 14 اسب نامنویس شده است و خواهیم دید که رقابت اسبان چگونه صورت خواهد گرفت. برای شما معرفی خواهم کرد یک و یک اسبانی را که در این مرحله رقابت خواهند کرد. تحت رقم یکم زورق سال تولدش 2017 هم از شیر محمد شاهیان می باشد. تحت رقم دوم بغداد از اکبر حکیموف از شهر دوشنبه. تحت رقم سیوم گلگون از خواجگی دهخانی میری ناحیه خوالینگ می باشد. تحت رقم چهارم روبین از خواجگی دهخانی دشمندی ناحیه فیض‌آباد. تحت رقم پنجم تایگر از خواجگی از ناحیه فرخور از محمدی حکیموف می باشد تایگر. تحت رقم ششم رزگرام از شهزاد گلوف از شهر دوشنبه. تحت رقم هفتم رمسیتا از پیتروق از خواجگی دهخانی دشمندی ناحیه فیض‌آباد پیشنهاد شده است. و تحت رقم هشتم برتنگ اون از خواجگی دهخانی میر ناحیه خوالینگ است. مخلصان و تشویقگران از نزدیک این قوزمایی ها رو تماشا کرده ایستادند. تحت رقم نهم ردان مودیان می باشد از خواجگی دهخانی دشمندی ناحیه فیض‌آباد پیشنهاد شده است که بار اول در اینجا هنرنمایی خواهد کرد. اسبان بار دیگر در نمو لوحه درج گردیدند یا روی یک تصویر گرافیکی. تحت رقم دهم گلافشان از خواجگی دهخانی میر ناحیه خوالینگ. تحت رقم 11 بالانس اون از زمره فاوریتون دانسته می شود. اینچنین ردان نیز از زمره فاوریتون یا مدعیان به دست آوردن شاه جایزه می باشد در اینجا. و مسئولین کمیته عموم وزارت کشاورزی تاجیکستان که در برگزاری این مسابقات نیز سهم هستند، یعنی در برای برگزار کردن این مسابقه در سطح بلند یعنی کوشش کردند. و در تحت رقم 12 هم باشد برق از خواجگی دهخانی بگیجان شهرکی روغون. بگیجان زاده رحمتشو او را اداره خواهد کرد. پایگاه هم قبول می گردد. این مسافه 1000 متر می باشد. میان اسب‌های 2 ساله ذاتی تاجیکی این رقابت صورت می گیرد. تحت رقم 13 هم پگران از گدایف سبحان از ناحیه فیض‌آباد و تحت رقم 14 هم دلدور
مادیان است از محب الله محمدزاده از ناحیه فیض‌آباد. فعلا تحت رقم 9 آن اسبی که ما معرفی کردیم ردان مادیان بار اول است که در این پایگاه هنرنمایی میکند. اسب طرق از خواجگی دهقانی دشمندی ناحیه فیض‌آباد پیشنهاد شده است. شور و شوق مخلصان را نیز برمی‌انگیزد و همین طریق مسافه را نخستین شده رو به طی کردن دارد و در موقع دوم که او را یعنی تعقیب کرده ایستاده است تحت رقم 3 اسب با لقب گلگون و به هر حال خواهیم دید چی اتفاق خواهد افتاد. همین طریق اسبی که بار اول هنرنمایی میکرد توانست که نتیجه رو نسبت به دیگر حریفان پیشتر عبور کند و ردان گفتیم اسب مادیان طرق است. سال تولدش 2017 اونه که روی تصویرهای ماست نخستین شده مسافه معین شده را عبور کرد و با گرفتن جایزه یا دریافت جایزه اساسی موفق شد. این اسبی که روی تصویرهای ما و شماست و تحت رقم 3 گلگون بود که یعنی نتیجه رو نسبت به دیگر حریفان تیزتر پیمود و همین طریق با گرفتن زینه دوم شرف یاب گردید از خواجگی دهقانی میری ناحیه خوالینگ. همین طریق دوستان یعنی این مرحله رقابت ها نیز خیلی جذاب بود دیدنی صورت گرفت. تحت رقم 5 نیز این بار از خود یک درخشندگی نشان داد و نتیجه نشان داده این اسبی که با لقب ردان هنرنمایی میکرد 1 دقیقه و 11 ثانیه رو تشکیل میداد که واقعا این نتیجه خوب است میان اسب مادیان و اسب که تحت رقم 6 هنرنمایی میکرد یعنی رزگورام با یعنی نشان دادن نتیجه 1 دقیقه و 13 ثانیه مسافه یعنی 1000 متر پیمود و با گرفتن زینه 3 شرف یاب گردید. به هر حال غالبان این پایگاهی که بخشیده به عید بین المللی نوروز بودند برای دریافت جام پایتخت معین شدند. بار دیگر روی تصویرهای نزدیک نوارهای تدریجی را نیز مشاهده کردیم. اسبی که تحت رقم 6 بود یعنی رزگرام از شهزاد گولوف از شهر دوشنبه که پیشنهاد شده بود این بار موقع 3 را اشغال کرد و بالاخره یعنی اسبی که مادیان بود یعنی از خواجگی دهقانی دشمندی ناحیه فیض‌آباد با لقب ردان که او را شاهرخ یتیموفی داره میکرد در مدت 1 دقیقه و 11 ثانیه مسافه 1000 متر رو خیلی تیزتر نسبت به دیگر حریفانش پیمود و با گرفتن شاه جایزه شرف یاب گردید. معاون رئیس شهر دوشنبه رحیمزاده طالب کریم تحفه های تأسیس نموده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه را به غالبان تقدیم میکند و واقعا در عرفه جشن نوروز بین المللی یک مسابقه جذاب و دیدنی رو با هم تماشا کردیم و شاه جایزه نصیب این چابک سوار که یتیموف شاهرخ بود یعنی جایزه این ساله یعنی نوروز 2019 رو بر ناحیه فیض‌آباد خواهد برد. در سالهای گذشته در مرحله های گذشته شاه جایزه رو یعنی از پروران شهر دوشنبه نصیب می‌گردیدند. و دوستان عزیز با تمنای سعادت و خوشحالی شما ما گزارش خویش را از این مرحله به انجام میرسانیم. با شما کریم خان بیگ معطوفین رقابت را شرح و تماشا کردم. خیر روز و روزگار بر همه شما خوش.